ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 120. مطابق نگارش تاریخ سیستان موفق در نامه‌اش به یعقوب لیث بدون جنگ سپردن ملک را تقاضا نمود و جهان به تو سپاریم تا تو جهانبان باشی که همه جهان متابع تو شدند و ما آنچه فرمان دهی بر آن جمله بیرویم و بدانی که ما به خطبه بسنده کرده ایم که ما از اهل بیت مصطفاییم و تو همه قوت دینی او کنی و به دارالکفر تو را غزات بسیار بوده است. به همه جای اثری تیغ تو پیداست. حق تو بر همه اسلام واجب گشت و ما فرمان به آن داده ایم تا تو را به حرمین همه خطبه کنند که چنین آثار خیر است اندر عالم و کسی را اندر اسلام پس از ابو بکر و عمر آن آثار خیر و عدل نبوده است که اندر روزگاری تو بود. اکنون ما به همه مسلمانان معینی توییم تا جهان همه بر دستی تو به یک دین که آن دینی اسلام است بازگردد. یعقوب لیث که همیشه از عهدشکنی و کشته شدن ابو مسلم خراسانی، ابو سلمه همدانی، خاندانی برمکیان و سهلیان به دست خلیفه های ریاکار عباسی یاد می کرد، این نیرنگ نوبتی وارثان آنها را پی برده از قصد هجوم به بغداد دست نکشید. به معلومات تاریخ سیستان، یعقوب لیث به عهد و وفا و قسم صدق خلیفه های وقت اعتماد نداشت و بسیار گفتی که دولت عباسیان بر غدر و مکر بینا کردند. نبینی که با بو سلمه و بو مسلم و آلی برامیکه و فضل سهل با چندان نیکویی که ایشان را اندران دولت بود چی کردند؟ کسی مباد که بر ایشان اعتماد کند. یعقوب لیث خوب می‌دانست که در لحظه های تقدیر سازی برانداختن خلافت عباسیان و تأسیس دادن دولت و دولتداری مستقل ملی قرار دارد. او امیدهای برباد رفته عیاران سلحشور ابو مسلم خراسانی، ابو سلمه همدانی، خاندان برمکیان و سهلیان را در بنیاد دولتداری صاحب استقلال ملی تقریباً پس از یک عصر هدف والاترین مبارزه های خود قرار داده بعد 30 سال نبرد و پیکارهای شدیدش به آستان مراد رسیده بود. خلیفه های عباسی که دهها رقیبان خودی و بیگانه را به مقابل یعقوب لیث سلحشور و گردنکش برانگیخته بودند، اکنون قدرت دولتداری را از دست باخته در حدود 6 قلمرو سابقه انیقترش مضافات‌های اطراف پایتخت خلافت روزهای واپسین خیش را می شمردند. خلیفه معتمد و برادرش موفق از یک روی و گردنکشی یعقوب لیث ناچار مانده در خزینه ها را گشادند و سپاه کفایه خون داشته به محاربه ضد او آماده گشتند. آنها خوب می دانستند که هستی و نیستی خلافت عباسیان از همین نبرد واپسین وابسته است. از این خاطر
با لشکری افزون از بغداد بیرون آمده در محل دیر العقل واقع در قسمت شمال و شرقی رود دجله در میان مضافات واسط و بغداد قرار گرفتند. یعقوب لیث سال 877 با سپاه سیرشمار به سمت دیر العقل حرکت نموده میخواست بغداد را فتح نماید و خاندان عباسیان را سرنگون ساخته دولت مقتدری را در پایه استقلال ملی در سراسر خراسان و ماوراء النهر و عراق عرب و عجم تأسیس دهد. در جریان محاربه شدید سال 877 در پهنای دیر العقل موفق به یکی از سرلشکران با نام ابراهیم ابن سیما لباس جنگی خلیفه و اسلحه خاصه او را پوشانیده در جبهه سپاه یککچین به مقابل یعقوب لیث سفربر نمود تا که او را با هیبت خلیفه از تندروی و هجوم‌های بیباکانه باز دارد. ولی یعقوب لیث با جسارت و قطعیت حمله‌های تیز و تند آورده سپاه یککچین را شکست داد و ابراهیم ابن سیما را به قتل رسانید. برادران معتمد و موفق بر اثر این جنگ شدید شکست مدهش خوردنشان را احساس نموده امر دادند که سد بزرگ رود دجله را کشایند. امواج تندخیز رود دجله در غات را شکسته با مجرای شدیدش میدان نبرد را پخش کرد. در نتیجه لشکری پیشصف یعقوب لیث و دسته های فراری خلیفه به آفت سیل آب گرفتار شده قسما نابود و قسما پراکنده گشتند. در جریان این نبرد خونین چندین سرلشکران یعقوب لیث از جمله حسن درهمی و محمدی کثیر کشته شدند و خود او نیز از چند جای تنش زخم برداشت. و قول بعضی مورخان در گیروداری نبرد محمد ابن طاهر آخرین امیر خاندان طاهریان که در اسارت یعقوب لیث بود فرصت را مناسب یافته از بند رها شد و به پناه خلیفه معتمد شتافت. یعقوب لیث با جمله سپاه باقی مانده اش به سمت واسط عقب نشینی کرد و از آن جای به شوش رفته از نو به جمع آوری لشکر سلاح و خراج پرداخت. سپس در شوش حاکمی دست نشانش را گذاشته خود به جند شاپور بازگشت و برای محاربه نوبتی مشغول آمادگی شد. خلیفه معتمد چون خبر یافت که یعقوب لیث دوباره آماده جنگ می شود به حضور او از نو سفیر را با خلعت و منشور امارت و لیوای دولت فرستاده قسمت شرقی خلافت را از حدود شهر بغداد تا کنارهای ماوراء النهر و بلاد هند برایش پیشنهاد نمود. یعقوب لیث سفیر فرستاده خلیفه را در جند شاپور در حال مریضی و ناتوانی پذیرفته از مضمون نامه آگهی یافت و از کردهش ذره پشیمانی نخورد. به نگارش تاریخ سیستان در حالی که او از علت کرینج اذیت می کشید در پاسخ سفیر خلیفه امر نمود که در طبق چوبین نان جو تره و ماهی و پیاز پیش آوردند. پس روی سوی رسول کرد و گفت برو و خلیفه را بگوی من مرد رویگرزادم و از پدر رویگری آموختم و خوردنی من نان جوین و ماهی و تره و پیاز بوده است و این پادشاهی و گنج و خواسته از سری عیاری و شیرمندی
به دست آوردم، نه از پدر میراث یافتم و نه از تو دارم. از پای ننشینم تا سری تو به مهدیه نفرستم و خاندانی تو را ویران نکنم. یا آنچه گفتم به جای آورم، یا با سری نانی جوین و ماهی و پیاز و تره شوم. اینک گنجها را در باز کردم و لشکرها را باز خواندم و بر اثری این پیغام آمدم. یعقوب لیث بعد گسیل کردن رسول خلیفه با لشکری گران ابتدای ایولی سال 879 سوی بغداد رهسپار گشت، ولی هنوز 3 منزل پیش نرفته دردی کلینجش بالا گرفت و تا جایی رسید که مرگ خود را یقین دید. او پیش از مرگ برادری خود عمرو لیث را ولیعهد قرار داد و گنج و سپاه برایش ارزانی داشته سرانجام 9 ایولی سال 879 از جهان چشم پوشید. یعقوب لیث صفاری تقریباً 17 سال امیر خراسان، سیستان، کابل، سند، هند، فارس و کرمان بوده. در مکه و مدینه برابری خلیفه به نام او خطبه می خواندند و چون ملیک دنیا توصیفش می نمودند. یعقوب لیث جوانمردی شجاع، دلیر و قوی اراده بوده. در تمام مشکلی های نبرد و محاربه های سیرشمارش چون یک سرباز قطاری شکست نفس رفتار می کرد. او از تناسایی و عیش و عشرت دست کشیده در تدبیر نظامی سپاه و امور لشکرداری زیرکی و فراستی غیر عادی داشت. در تاریخ سیستان از جسارت و جوانمردی، توکل و سلحشوری، صدق و وفا، عدل و انصاف و سیرت و فضیلت‌های یعقوب لیث دلیل‌های عجیب و عبرت‌آموز می آورند که امروز نیز از حسن دولتداری و ذکاوت فطری نیاگان ما بشارت می دهد. یعقوب لیث در کارهای بزرگ و اقدامهای پرخطر بیشتر به توکل رو آورده، توکل را راه رضای خدا و اختیاری باری می شمرد. در خصوص سخاوت و جوانمردی و دستکشادی یعقوب لیث سرچشمه‌ای ذکر شده می نگارد که او هر روز 1000 دینار صدقه می داد و در عطا و سخا از 1000 دینار کم دادن را روا نمی دید و به اهل نظر و اشخاص پسندیدش تا 50,000 و 100,000 دینار و دیرم تقدیم می کرد. یعقوب لیث در بابت عدالت و پشتیبانی عدل و انصاف تا جایی رسیده بود که در روزهای عرض پرسی به گوشه کوشک خیش تنها می نشست و هر کی را حاجتی بود به حضور او آمده عرض و شکایتش را می گفت و دادخواهی می کرد. به روایت تاریخ سیستان، روزی برای شنیدن عرض و داد به سری کوی سینک نشسته بود که از دور مردی را دید گرفتار غم و سر به زانو نهاده، جرأتی پیش او آمدن ندارد. یعقوب لیث حاجبی را سوی آن مرد فرستاده به نزدش خواند و فرمود که عرضش را اظهار نماید. مرد گفت: ای ملیک، حالی من صعبتر، مشکلتر از آن است که برتوانم گفت. سرهنگ از آن ملیک هر شب یا هر 2 شب بر دختری من فرود آید از بام بی خواستی من و از آن دختر و ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت نیست. یعقوب لیث در حال ناگوار ماند
و فرمود که شب به این منزل بیاید و مردی را با سپر و شمشیر ببیند و او را به سرای خود راهنمایی سازد تا عدل و انصاف برقرار گردد. آن مرد شب دیگر آمد، سپاهی دید با سپر و شمشیر و آن سپاهی را به سرای خود که در کوی دری فارس بود هدایت کرد. سرهنگ اندرونی سرای آن مرد با دختر مشغول بود. سپاهی شمشیر کشید و در تاریکی سرهنگ را دو نیمه کرد و امر داد چراغ برفروزند. در روشنی چراغ مردی دادخواه یعقوب لیث را شناخت و او به پدری دختر فرمود که آب و نانش آورد. یعقوب لیث چون آب و نان را آشامید، شکر و سپاس را به درگاه خدا بجای آورد و سوی آن مرد گفت: بالله العظیم که تا با من این سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دلی تو از این شغل فارغ کنم. به قول مؤلف اخلاق محسینی، باری جوانمردانی سیستان برتری و لطافت چیزها را توصیف می کردند. یکی لطیفترین متاعها اطلسی چینی را می گفت و دیگری ظریفترین تاجها تاج رومی را می فرمود و سومی عرض می کرد که از همه مشروبات شراب ارغوانی صاف و گواراتر است. چون نوبت به یعقوب رسید او گفت: خوبترین لباس ها رغزه است و بهترین تاج ها خرد و خوشترین منزل ها معرکه حرب و زیباترین شراب ها خون دشمنان ریختن و لطیفترین سایه ها سایه نیزه و ظریفترین آوازها شیهه اسپان و گرامی ترین انسان ها مردانی کارزاری جنگ می باشند. یعقوب لیث همچون لشکرکش و سیاستمدار در نظام لشکرداری و تنظیم سپاه تغییرات های مفید وارد ساخته و ترتیب لباس و سلاح، لوازمات جنگی، تمرین و مشق، انتخاب و جابجاگذاری و پیشروی سربازانش دقت مخصوص می‌داد. او در برابری دسته جنگاورانی سواره باز 5000 سربازانی اشتر سوار و دسته فیلهای جنگی را داشت که با حمله ناگهانی آنها به صف دشمن هراس و پراکندگی می انگیخت. در عین حال یعقوب لیث از وضع آمادگی جنگی، احوال معیشی و تأمین خورد و خوراک سربازانش پیوسته با خبر بود و خود با توشه و نان سربازی قناعت می کرد. او طبیعتاً مرد پارسا، سلحشور و عیار پیشه و جوان مردی بیباک و سرکش بوده در نبرد و محاربه ها برابری سپاهیانش می جنگید و از مرگ و محاربه های خطرناک هراس نداشت. او تا واپسین لحظه های عمر مبارزه های استقلال خواهی پیش گرفته اش را ادامه بخشیده، همه مقصد و مرام و نیروی هستیش را برای سرنگون ساختن خلافت عرب و پیروان متعصب و خدمتگزار آنها صرف کرد و در راه تأسیس دادن دولت و دولتداری مستقلانه ملی کار و پیکاری سنگین و پرشرفی را انجام داد. قبر یعقوب لیث مطابق معلومات تاریخ نگاران در مضافات جندی شاپور در جنوب و شرقی دیسفول در روستای کنونی شهاباد واقع است. بر سنگ گوری او 2 بیت با زبان عربی نوشته شده است که
ترجمه فارسی آن به آهنگ شعرهای محمد ابن واصف سگزی شباهت دارد. بگرفتمان خراسان با ملک فارس یکسان، ملک عراق از من یک سر نبود رسته. بدرود باد گیتی با بوی نوبهاران، یعقوبی لیث گویی در وی نبود نشسته. اوج مبارزه های قدرتخواهی عمرو ابن لیث و فرجام دولتداری صفاریان. چنانکه در بالا گفتیم، یعقوبی لیث در بستر مرگ برادرش عمرو ابن لیث را ولیعهد خود و قایم مقام خراسان اعلام داشته، پیشوایان عیاران و جوانمردان و سرهنگان و پدران عهد را وادار نمود که به نام او بیعت نمایند. خلیفه معتمد که با مرگ مفاجای یعقوبی لیث از چنگار آهنین یکی از تواناترین رقیبانش رهیده بود، این وصیت یعقوب را پذیرفته به خاطر پیگیری از صلح و سازش و روابط آسایشته نیمه تابستان سال 879 با دست سفیرش احمد ابن ابی اصبع منشور امارت خراسان و ماوراء النهر را تا حدودهای بغداد با خلعت خاصه و پرچم دولت به حضور عمرو ابن لیث فرستاد. مطابق پیشنهاد خلیفه معتمد، عمرو لیث بجای برادری مرحومش سال 879 امیر خراسان شده، اختیارداری ولایت‌های فارس، کرمان، اصفهان، همدان، ری، قم، گرگان، طبرستان، زنج، سیستان، کابل و سیند با شرط پرداختن انداز هر ساله 20 میلیون درهم زیر وصایت او می‌گذشت. در عین حال عمرو لیث حقوق پیدا کرد که در شهر بغداد حاجب خود عبیدالله ابن عبدالله طاهری را از خاندان طاهریان تعیین نموده، در عین حال نظارت حاجبان شهرهای مکه و مدینه را بر دوش داشته باشد. بعد این سازش و پیمان و عهد دو جانبه، پرچم دولت صفاریان را برابری پرچم خلیفه های عباسی در شهرهای بغداد، مکه، مدینه و دیگر مرکزهای بزرگ خلافت برافراشتند. نام عمرو لیث در خطبه ها برابری نام خلیفه ذکر می شد و قدرت و نفوذ دولتداری آنها رسما در تمام قلمرو خلافت اعتراف گردیده بود. موافق معلومات سرچشمه ها، عمرو لیث یک جوانمردی صاحب تدبیر و دانا و لشکرکشی توانا بوده، از راه و رویش تندگرایانه برادرش یعقوب دست کشیده، بیشتر سیاست آسایشته همگرایی و روابط حسنه را پیش می برد. ناگفته نماند که بعدی به مسند امارت نشستن عمرو لیث چندین سرلشکرانی با نفوذ یعقوبی لیث طی سالهای 880-882 اظهار ناراضگی کرده از پی استقلال و حاکمیت داری مستقلانه بدون تابعیت شدند. سرلشکران سابق یعقوبی لیث سیاست سازشکارانه برادری او عمرو را چندان خوش نپذیرفتند و در نهاد عزم ستانیدن قصاص پیشوایشان را پروریده، ادامه دادن مبارزه را با خلیفه های عباسی دستگیری می کردند.
شاید از همین خاطر در میان سرلشکران سابقه و بعضی پیشوایان عیاران کوشش‌های سرکشی و اختیارداری مستقلانه پدید آمده برای قایم مقامی نوجلوس دشواری ها ایجاد می کرد. از این خاطر امری لیث حسن درهمی را که شوهر دخترش فاطمه بود والی سیستان تعیین کرده او را در حال برای سرکوب ساختن پیشوایان آشوب ها و سرلشکران گردنکش فرستاد. امری لیث ماهیمه سال 880 با اهل سپاه و مقربان، پسرش محمد ابن عمرو و برادرش علی ابن لیث سوی خراسان رهسپار گشته پس از مدتی به کنار پایتخت امارت شهر نیشاپور رسید. یکی از سرلشکران سابقه احمد ابن عبدالله خجستانی در نیشاپور حصار گرفته راه قایم مقام نو را به درون شهر بست و به امر مخالفتی آشکارا ظاهر کرد. در این هنگام برادری او علی ابن لیث که ضمیراً به مسند امارت خراسان طلبگار بود به طور نهانی سوی خجستانی رسول فرستاده با او طریق اتفاق و پیمان اظهار نمود. امری لیث مدتی در آستان نیشاپور اردوگاه زده سال 880 با احمد ابن عبدالله خجستانی به محاربه پرداخت و عاقبت شکست خورده اکثر خزینه و بار و بونش با دست دشمن افتاد. امری لیث ناچار رو به مضافات هری آورده از مخالفت برادرش علی ابن لیث آگاه شد و خود همان سال او را برای عصیان ظاهر کردنش اسیر گرفت و حبس کرد. در این میان ابو طلحه منصور ابن مسلم و محمد ابن زیدوی نام سرلشکران کار آزموده به حضور امری لیث آمدند و به او اظهار صداقت و خدمتگزاری نمودند. امری لیث ابو طلحه منصور ابن مسلم را سپهسالار خراسان قرار داد و سال 881 به سیستان آمد. مدتی نگذشته یکی از سپهسالاران امیر مصر محمد ابن طولون به مکه آمده مناسبتش با خلیفه وقت تیز و تند گشت. او می‌خواست پرچم امارت طولونیان را در برابر لوای عمرو ابن لیث بر منبری معظم مکه نهد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 120 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرینی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.